سلام علیکم. علیکم سلام. خوشحالم خسته نباشید. چی معنی؟ یعنی همدیگر رو قبول علی بزرگترین چالش برای فعالیت‌های مکتب چیست؟ یکی بود نبود جای است، دیگه کمبود معلم هم داریم، دیگه امسال کسی یعنی مردمی ما زیاد به چالش برخورده بوده، باز زیاد نیز تعمیر می‌سازن. با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام خدمت شما خوبان. اینجا جایی است که آینده صدها طفل ساخته میشه. اطفالی که آرزو دارن دکتر شوند، معلم شوند و برای جامعه خود خدمت کنند. اما در این شرایط برای اطفال فضای امن یادگیری وجود نداره و برای تعدادی از صنف‌ها حتی سقف وقتی آموزش بالای سرشان وجود نداره. اینجا مکتب فاطمیه قریه جنوبی کیتی است. ما میخوایم بریم داخل مکتب ببینیم وضعیت صنف‌ها را و شرایط آموزشی شاگردای این مکتب. خب همونطور که شما می‌بینید اینجا یک خانه مسکونی بوده که این مکتب چند سال میشه که فعالیت‌های خود در همینجا ادامه داده و کرایی هست و برای صنف‌ها فضای مناسب نداره و اتاق کافی نداره برای صنف. ما آمدیم در دفتر مکتب فاطمیه جنوب و در کنار ما مدیر این مکتب هست. سلام. سلام. مدیر صاحب چند سال میشه که این مکتب منظور شده این قریه؟ این تقریبا 18 سال میشه که منظور تأسیس شده. بعد چند سال میشه که در این تعمیر یا در این خانه فعالیت داره این مکتب؟ تقریبا 15 سال میشه که تعمیر کرایی، مثلا خانه کرایی کسته فعالیت میکنه. یعنی خانه مسکونی هست برای مکتب کرایه گرفتین شما؟ یعنی اول کرایی بود مثلا. خب بسیار خوب. بعد تعداد شاگردای شما چند نفر هستن؟ از این سال قبل که بود مثلا زیاد بود، امسال کسته تقریبا 109 تنه شاگرد داریم. بسیار خوب. بعد بزرگترین چالش برای فعالیت‌های مکتب چیست؟ یکی بود نبود جای است، دیگه کمبود معلم هم داریم، دیگه امسال کسی یعنی مردمی ما زیاد به چالش برخورده بوده، باز زیاد نیز تعمیر می‌سازن. مردم به خاطر که جای مناسب نداشتن شاگردان مجبور شدن که خودشان اقدام کنه و تعمیر این مکتب از مردمی بسازه. سلام علیکم. علیکم سلام. خوشحالم خسته نباشید. بچه خوب هستیم؟ آره. بچه جای شما ذره چیز نیه؟ تاریک نیه؟ یعنی اذیت میشید؟ آره. سلام بچه. چی معنی؟ یعنی همدیگر رو قبول
ما در کنار آقای حسنی هستیم، یکی از استاکارا و مسئولین از این پروژه. سلام آقای حسنی. سلام علیکم. آقای حسنی تا بالی چی کارهای از این پروژه انجام شده؟ والا ما الان نزدیکی از قبل از عید، از اول ماه رمضان تا حالا مشغول سنگکندو بوده، مشغول خاک ازی بوده که یک مقداری آماده کردیم. البته که کامل نشده ولی باز کمبود داریم. مسئله رو ما آماده کردیم. در حالی که در جریان کار ادامه داره، ما سنگ تهیه کردیم، بازم سنگ داریم، پس انداز هنوز نوردیم. بسیار. آره بعد این مکتب چند اتاق داره آقای حسنی؟ این مکتب 2 تا اتاق اداری داره، 6 تا اتاقی صنف داره. در 6 تا مجموع 8 اتاق. 8 اتاق داره. یک اتاق هم که انبار داره ویسه. هم رفته 7 اتاق میشه. محوطه یا زیربنای از این مکتب مساحت چقدر است؟ سایه ازی 40 در 50. بسیار. بله 40 در 50. فعلا چند نفر کارگر اینجا مشغول کار هستن؟ فعلا امروز اول پیسنگا که ما عمومی مردم دعوت کردیم، اشاریه به اصطلاح. از این به بعد همی عموما مردم عمومی نیست، فقط مردم روزی تا 17 نفر 18 نفر 20 نفر اینا مردم میاد هم در نوبتی. این تعدادی که گفتی اینا خب در قبال پول کار نمیکنه. نه اینا به عنوان کمک است. به عنوان کمک ما اینو گروه بندی کردیم، همینطور طبق گروه بندی میام. تشکر آقای. سلامت باشید. ما در کنار خود آقای علی محمد سرشار داریم که مسئول مالی این پروژه مردمی می باشه. سلام آقای سرشار. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشین، خوش باشین. آقای سرشار، مصرف یا هزینه این پروژه را شما فراهم کردید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به نوبه خود سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده‌های محترم که این ویدیو رو می‌بینند و همچنین آقای غلامی که مدیر چینل کوی سلیمان از چینل تور کوی سلیمان است. خدمت هرشونه که بله این پروژه هزینه‌اش تخمین زده شده از 10 لک تا 12 لک روپیه. هزینه این پروژه به صورت نیمه خام و نیمه پخته تخمین زده شده. بسیار خوب. این هزینه‌ای که گفتید 10 لک تا 12 لک، این قرار است که از کجا تامین شود؟ ببینید این پروژه مردمی است. پروژه مردمی است یعنی کارش هم توسط مردم انجام میشه و هزینه مالیش هم توسط مردم تامین میشه. و ما به دولت هم گفتیم، با معارف هم گفتیم، ولی اونا گفتن که نسبت کمبود بودجه نمیتونه اینو کمک کنه. بنابراین هزینه مردمی است. ما قرار است که از خیرین، از نهادهای همکار، نهادهای خیریه، از هر کسی که دست برای کمک داشته باشه ما از اونها تقاضای همکاری می‌کنیم که در این پروژه با ما همکاری کنند. بسیار خوب. تا هنوز هماهنگی صورت گرفته پروژه مالی شده برای بله، از زمان کلید خورده، یعنی از نیمه‌های 404 که کلید خورده ما هماهنگی‌ها رو شروع کردیم، تلاش کردیم با بچه‌های بیرون از کشور، با ایران، با
کشورهای اروپایی در تماس شدیم. کمک های وعده شده، کمک های هم نیاز داریم، ما نیاز داریم که وعده شود انشالله. بسیار خوب. بعد مقدار کمکی که وعده داده شده برای شما برای تکمیل پروژه کافی است؟ نه، تا فعلا کمک هایی که وعده شده برای تکمیل پروژه کافی نیه، ولی خوب است. و ما به خاطر ساخت هرچی بهتری نیمی مکان روشنایی از وطنداران عزیز خواهش می‌کنیم که به شماره هایی که الان گفتن تماس بگیره و معلومات بگیره، یقین خود کامل کنه انشالله کمک انجام بدیم. بسیار خوب. اگر کدام گفتنی اضافه چیزی با بیننده‌های چنل وسیله من داشته باشید. من گفتنی خاصی ندارم. بیننده عزیز، نیمی مکان نیازمند کمک شماست. بنابراین کودکانی نیمی مکان نمیتونن وقت برای سر چون راهش دور است. من کمک حتما داشته باشین، قطعا که بدون اجر و ثواب نخواهد بود. تشکر از شما. تشکر از شما. دوستا و بزرگا، دیدیم که این پروژه کاملا یک پروژه مردمی میباشه و تنها این پروژه مردم همی قریه و شما خیرین و بزرگا میباشید. فلهذا از تمام افراد خیر، نهادها و هموطنان عزیز تقاضا میشه که برای ساخت تعمیر این مکتب این مردم را کمک کنه و همه با هم این مکتب را تکمیل کنیم و زمینه آموزش را برای نسل آینده سازی سرزمین فراهم کنیم. دوستا و بزرگا و خیرینی که در خارج و کشورهای اروپایی حضور داره، آقای خداداد مولایی هماهنگ کننده کمک‌های شما در نظر گرفته شده که نمبر واتساپ ایشان هم بر شما زیرنویس میکنیم و همچنین بزرگا و دوستانی که در ایران هستند اگر ما را میبینن برای هماهنگی کمک‌های اونا حاجی الدوار عباسی هست که شماره تماس ایشان هم ما اینجا زیرنویس میکنیم و همچنین دوستان نهادها و هموطنایی که از داخل افغانستان میخواد که به این پروژه سهم بگیره و کمک بکنه، آقای علی محمد سرشار در خدمتشان هست و ما شماره تماس ایشان همینجا ذکر میکنیم، زیرنویس میکنیم برای شما. تغییر از همینجا آغاز میشه، از همین قریه، از همین مکتب. بیایید در این تغییر سهم داشته باشیم. تا درود دیگر بدرود.